به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با تقدیم مهرآمیزترین درودها به شما بینندگان ارجمند در هر زمان و مکانی که برنامه رو مشاهده می‌فرمایید. آریا باقری هستم و در دومین روز از اولین ماه فصل تابستان، یعنی تیر ماه، و برابر با 23 جون 2026 و تیر ماه هم 2585 شاهنشاهی هخامنشی در خدمت شما هستم. امروز سه‌شنبه هست و در خدمت جناب دکتر احمدی نازنین هستیم. من به علت درگیری و گرفتاری فرصت نکردم که نه خدمت ایشون زنگ بزنم نه خدمت خانم ایراندو، مدیریت رادیو مشروطه، ولی هر لحظه منتظرم که جناب دکتر تشریف بیارن، چون من یه لیست بسیار طولانی از سوالات از ایشون دارم که امیدوارم هرچه زودتر تشریف بیارن و بتونیم که با همدیگه سوالاتمون رو مطرح کنیم. خانم فارا فرحی، بالاخره یاد گرفتم. با درود و مهر جناب سرهنگ عزیز و با درود فراوان خدمت جناب دکتر احمدی عزیز و درود به دوستان همراه. بعد از طرف برنامه گنجینه خرد، آریا باقری نوشته که خوش آمدید. آقای رابرت میچم عزیز درود به سرهنگ باقری، جاوید شاه گفتن و درود به دوستان گفتن و منتظر بقیه عزیزان هستیم. همینطور هم دارن لطف میکنن، از این قلب و اینا میفرستن به فضا که همینجور در فضای این اتاق ما میترکه و عشق و دوستی و صمیمیت رو اطرافشان میکنه. خب، ببینیم که آقای دکتر عزیز نازنین ما به چرا هنوز نیومدن. او این تلفنشون اینجا هست. الان ببینیم که ببینیم دوستان عزیز دیره. خب، مثل اینکه هنوز روی برنامه دیگه هستن و چون روزهای سه‌شنبه از ساعت 8 صبح خودشون شروع میکنن دیگه تا مثل که 11 12 شب یا 10 شب مشغولن، از این رادیو به اون رادیو، از این تلویزیون به اون تلویزیون، از این برنامه به اون برنامه، و توی همه این شلوغی ها این فرصت رو به ما میدن که ما هم در خدمتشون باشیم. من یه مطلبی رو خوندم، بتونم اگه عکسش رو براتون بذارم باز به مشکلی بر نخورم. یه عکسی دیدم از آقای آقای، اینو بیارم یه ذره این برتر، برو بابا پایین. یه تکه تکه دانی نمازه. ای بابا، عکس های اینجا باید باشه، عکس های برنامه این باید باشه. یک عکسیه، اینه، امیدوارم همین باشه. آره، این آقای معاون دیگه گفته که البته اینو شاید دشمنان نوشتن، ولی نوشتن آب پاکی رو برای آخر بار روی دست رضا پهلوی ریختن. هدف آمریکا از روز نخست هرگز جایگزین کردن حکومت و نسل پهلوی نبوده. حالا ببینیم که اه، داستان رو ببینیم که اینو اول بردارم، من با اجازهتون اینو باید ببندم. خیلی خوب، حالا اینم ببندم، اینم ببندم، اینو بزرگش کنم، بیام در خدمت شما. خیلی خوب دوستان عزیزم، مطلبش رو هم براتون میخونم. درود به جناب دکتر احمدی گفتن آقای رابرت.
آقای دکتر احمدی مثل که در جای دیگه درگیرن، حالا منتظریم که تشبیه. میگه که نه شاهزاده رضا پهلوی و نه پیروانش هرگز نگفتند که کسی به ویژه آمریکا و رئیس جمهور رویاباف ایشان را جایگزین رژیم ملایان کند. تنها کسی که همیشه مخالف تعیین سرنوشت برای آینده ایران بوده و هست شخص رضا پهلوی تنها امید ملت ایران بوده و هست. این گفتار و این تبلیغات فقط دشمنان و پهلوی این گفتار و این تبلیغات فقط دشمنان و پهلوی ستیزانند. دشمنی با خاندان پهلوی تمام شدنی نیست. یعنی اینی که اونجا گذاشته بودن روی صفحه فیسبوک پخش کرده بودن، این احتمالاً از طرف همون کثافتاییه که دشمن پهلوی است. میگه چه آمریکا و ریاست جمهور خائن مانند ریاست جمهورهای خائن مانند کارتر، اوباما و کامل کننده اش ترامپ بی اراده و دروغگو و چه دیگران. ترامپ در رویای قدرت ابدی به سر میبرد، چون اگر برعکس بعضی از نظرها ترامپ یک آدم بی اراده و بی پرنسیب است و فکر می کند چون زیر نام آمریکا و پرچم آمریکا هر کاری حتی غیر قانونی انجام دهد خودش است و قدرت شخصی او اگر باهوش بود در کنار بسیاری از اشتباهاتش میدانست یکی دو سال آینده می شود همان ترامپی که با شرافت ترین شغلش ملکه زیبایی و جا اندازی و برنامه ریزی برای آنها بوده. پس باید بداند این قدرت کاذب ترامپ فقط به دلیل موقعیتی است که با زور تصاحب کرد، نه به عنوان خودش و کارنامه غیر مقبول. پس این معاون چند چهره و بیلیاقت آقای ترامپ باید اول اطلاعات دقیق را به جای حمل دستمال یزدی به دنبال ترامپ را تحقیق کند و بعد دهانش را برای اظهار نظر باز کند. یعنی اینی که گفته که ما همچین نظری نداشتیم، یعنی میگه گوی زیادی خورده بود. و باید بداند لیاقت او و دیگر دستمال به دستان کاغذ سفید همان تروریست و قاتلینی مانند عراقچی و قالیباف هستند و لاغر. پاینده ایران پادشاهی ننگ بر دشمنان و پهلوی ستیزان آقای شهریار فتحی از کانادا این مطلب رو عنوان کرده بودند. عکس این آشغال را هم گذاشته بودند با اطلاعاتی که گفته. رابرت گفته که آقای جی دی ونس هم نوشتن هم نوشتن داد نمیخواد پهلوی هم نوشتن داد نمیخواد پهلوی به ایران برگرده چون با آخونده موافقه. خانم دکتر میترا معزن هم تشریف آوردن و درود فرستادن به بنده و برنامه و بسیار و دوستان عزیز بسیار خوش آمدن، لطف کردید. من هنوز منتظر آقای دکتر هستم. اگر نیان یه مطلب بسیار بسیار جالب دارم تا اینکه یه زنگ دیگه میزنم ببینم جناب دکتر مثل که با یه جایی مشغولن. به محضی که آزاد بشن من این رو قطع میکنم. آقای دکتر دوست عزیز نازنینمون آقای دکتر آذربرزین، دکتر آذربرزین، ببینید این مخ دیگه کار نمیکنه. آقای دکتر آذربرزین
دو تا روزنامه، یعنی سه تا روزنامه دارن. یکی از همه مهمتر چیز پیام آزادگانه که خیلی سیاسی و جدیه. دیگری ریشنامه است که فکاهیه و در و با جوک ها و با بساب گفتار خیلی یعنی در سطح همون حکومت اسلامی ترتیب اونها رو میدن و تمام کسانی که به ایران خیانت میکنن. حالا آخرین ریشنامه‌ای که دادن شماره 660 دوره جدیده که دیروز فرستاده بودن و لطف کردن، نه پریروز، روز یک شنبه فرستاده بودن و بزرگواری کردن، به منم زنگ زدن و اطلاع دادن که این رو برای من فرستادن و مطلبش رو هم توضیح دادن که داستانش چیه. ببخشید پوزش میخوام. خب ببخشید او پیرمردیه دیگه. میگه که عنوانش اول اینه که میگه، اول عکسش بهتون نشون بدم چون میتونم نشون بدم، چون الان دیگه چیزی نذاشتم. میگه ببینم اینجا شما درست میبینین؟ بله، ریشنامه خیلی خوب. میگه اهورامزدا کشور ما را از شر مثلث شوم ملا چپی مجاهد محفوظ بدارد. خب آقای دکتر تشریف آوردن، اینا میذاریم برای پنجشنبه. جناب دکتر، با عرض سلام و خوش آمدگویی به حضرت عالی. بسیار خوشحالیم. میدونم که جای دیگه درگیر بودین توی برنامه دیگه و صداتون رو شنیدم. بسیار خوش آمدید. امروز روز سه‌شنبه است و نوبت ماست در ساعت 11 که یک بعد از ظهر شما میشه. من از طرف خودم و تمام دوستان حاضر و یا غایبی که بعدا برنامه رو میبینن خدمت شما عرض ادب و احترام دارم و خوشحالم که شما رو در برنامهمون داریم. ما سراپا گوش در خدمت حضرت عالی هستیم. خب ارزم حضورتون اجازه فرمی اول درود بگم خدمت شما و همه دوستان و پوزش خواهی بکنم از اینکه برنامه قبلی یک کمی اشکال فنی پیدا کرده بود. 10 دقیقه یه رو دیرتر شروع شد، در نتیجه بیشتر طول کشید و من اینجا متاسفانه نتونستم به موقع در خدمت شما باشم، ولی خب از حالا در خدمت شما هستم و امیدوارم که شما و همه دوستان و همینطور رادیو مشروطه بانو ایران دخت در نهایت تندرستی باشید و به امید روزهای بهتر برای کشور عزیزمون ایران. مرسی. بندم پیرو فرمایشات شما به همه عزیزانی که در ایران به ویژه اخیراً با باز شدن اینترنت به برنامه های ما با شوق و ذوق و تعداد بسیار زیاد برنامه های، به خصوص برنامه هایی که آقای دکتر تشریف دارن رو در ایران از طریق رادیوی مشروطه میشنوند و بسیار انعکاس بسیار زیبایی داره و به خانم تکس میزنن، مسیج میدن، تلفن میزنن، ایمیل میزنن و میگن که این رادیو مشروطه چقدر در حال اونا مؤثره. شما در هفته پیش تصمیم گرفتید که به علت گرفتاری و غیره برنامهتون رو یک ساعته بکنید، ولی وقتی که اطلاع داده شد همه بچه های ایران صداشون در اومد که آقا ما تنها جایی که ازش اطلاعات خوب و پاک و خالص میگیریم برنامه است که آقای دکتر احمدی اجرا میکنن و من باتون صحبت کردم و خوشبختانه پذیرفتید که همون 2 ساعت رو در خدمتتون باشیم. بله، البته من عرض بکنم که من نه به خاطر گرفتاری خودم بود بلکه به خاطر این بود که فکر کردم برنامه 2 ساعته شنوندگان رو خسته بکنه، چون
اون چیزی که صاحب نظران میدیا میگن که 20 دقیقه اول همه توجه میکنن، 30 دقیقه دیگه گوش میکنن، بیشتر از اون خسته میشن و دیگه بیشتر از 1 ساعت که بشه اساسا کسی حاضر نیست گوش بکنه. من به همین جهت فکر کردم که برنامه رو کوتاه بکنیم از 2 ساعت به 1 ساعت. ولی خب اگر واقعا به خصوص از ایران دوستان ما، جوانان ایرانی علاقمندن که این برنامه همون 2 ساعت باشه، هیچ اشکال نداره. ما برنامه رو 2 ساعت اجرا میکنیم و لازم نیست که کمش بکنیم. سپاسگزارم. بله و واقعا حالا آقای دکتر برنامه ما حسنش اینه که میمونه هم روی یوتیوب میمونه، هم روی فیسبوک میمونه، هم خانوم میذارن روی تلگرام و بچه های ایران از تلگرام میگیرن اینو حجمش رو کوچیک میکنن و به همدیگه میفرستن. به اضافه اینکه رادیو مشروطه در شبانه روز 2 بار برنامه های ما رو ریران میکنه و 1 هفته ادامه داره تا برنامه آینده. مثلا امروز که شما برنامه اجرا فرمودید، فردا شب روی رادیو مشروطه هست برای ایران و این 1 هفته میچرخه تا دوباره شما برنامه بگذارید و این برنامه بره روی رادیو مشروطه و به این لحاظ هر لحظه که بخوان میتونن، حالا امشب نیم ساعتش گوش بدن، فردا نیم ساعت، یا مثلا روی اینترنت امروز 1 رو ببینن، فردا 1 ساعت ببینن. به همین نحو اینه که این مشکل برطرف میشه. بسیار عالی. سپاسگزارم. جناب دکتر، امروز یک صفحه بزرگ سوال دارم. اولین و بزرگترین و به حساب مورد توجه همه ایرانیان، تفاهم و توافق. این در چه مرحله است؟ چگونه انجام میشه و و آیا نتیجه برای ما، یعنی در حقیقت نمدی برای کلاه ایرانی ها ایجاد خواهد شد یا نه؟ بله، اولا من فکر میکنم برای اینکه این مسئله رو بررسی بکنیم که این یادداشت تفاهم که در اصطلاح سیاسی Memorandum of Understanding بهش میگن، تبدیل به یک توافق خواهد شد. توافقی که رسمی بشه و بعدم مثلا به عنوان مثال برای اینکه مرجعیت قانونی هم پیدا بکنه مورد تایید مجلس ایران و همینطور مجلس آمریکا قرار بگیره و یا قطعنامه از سوی سازمان ملل متحد در این مورد صادر بشه یا نه. من فکر میکنم که اول بایستی ببینیم که چرا طرفین به این تعهد پرداخته. اولا آقای ترامپ تحت فشارهای شدیدی بود، هم به لحاظ انتخاباتی، هم در اون تله ژئوپلیتیکی که گرفتار شده بود. یعنی ترامپ وضعیتی پیدا کرده بود که میدانست بالا رفتن قیمت نفت و انرژی در جهان سبب ایجاد فشار بر روی کشورهای مختلف شده، ولی در داخل خود آمریکا هم فشارهای زیادی رو به اقتصاد آمریکا آورده. مقاله که وال استریت جورنال نوشته بود حکایت از این داشت که بالا رفتن $10 قیمت نفت در هر بشکه 0.3% به کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا کمک میکنه، یعنی کوچکتر میکنه نرخ رشد اقتصادی رو. بنابراین کسانی که میبایستی در انتخابات شرکت میکردن و رأی میدادن، با توجه به بالا رفتن قیمت بنزین، با توجه به بالا رفتن قیمت مواد خوراکی، به علت اینکه مواد کشاورزی گرانتر میشد در اثر تهیه فرتیلایزرهایی که با قیمت بالاتر باید کشاورز میخرید، به این ترتیب فشار به طبقه‌ای که قاعدتاً طبقه متوسط و اکثریت آمریکاست که بایستی رأی بدن در انتخابات شرکت بکنن، سبب میشد که اونها ناامید بشن و در انتخابات به نفع رقیب یعنی حزب دموکرات رأی بدن. پس این یه مسئله بسیار حساس و مهمی بود. مسئله دیگر بنبست نظامی بود. بنبست نظامی به این ترتیب بود که بعد از اینکه حمله آغاز شد در 28 فوریه، خب اینها ابتدا
مکانی رو که معروف به بیت رهبری بمباران کردند و رهبر اینها و بسیاری از نزدیکان او رو کشتند و همینطور به طور بسیار هدفمند رهبران سپاه و افسران سیاسی اینها رو مورد هدف قرار دادن. آمریکا و اسرائیل مرتب اشاره به این میکردن که این عملیات 2 تا 3 هفته به درازا خواهد کشید، عملیات 1-2 روزه نیست. ولی بعد از 2-3 هفته متوجه شدن که به دلایل مختلف از جمله ساختار سخت قدرت در ایران که یک ساختار چند لایه هست، این عمل اتفاق نیفتاد و قرار بر این بود که بعد از این بمباران ها و همینطور سرکوب کردن نیروهای سرکوبگر فرصتی پیدا بشه برای بیرون آمدن مردم و مردم هستن که در نهایت بایستی مکانهایی رو که لازم بود تسخیر بکنن، اما این اتفاق هم نیفتاد و اساسا خود جنگ باعث شد که مردمی که در خیابان بودن به خانه ها برگردن. در اینجا یک تئوری دیگری مطرح شد و اون تئوری این بود که قصد آقای ترامپ این بود که لایه سخت این حکومت رو بزنه که همین کار رو هم کردن و بعد جنگ نرم رو با رژیم آغاز بکنه که الان آمریکا در مرحله جنگ نرم با رژیم جمهوری اسلامی است که برخی باورمند به این تئوری هست. مسئله دیگر فشار اسرائیل و آقای نتانیاهو بود که خب اینها در جنوب لبنان عملیات نظامی رو مرتب انجام میدادن و ترامپ نگران بود از اینکه ممکن است ایران وارد میدان بشود و اگر جمهوری اسلامی وارد میشد در جنگ لبنان اون وقت ایالات متحده ناگزیر بود وارد بشود و جنگ گسترده میشد و این رو هم نمیخواستن. و مسئله دیگر هم فشار جامعه جهانی بود به خاطر مسئله انرژی. کشورهای اروپایی سخت در مضیقه بودند، ذخایر نفت داشت تمام میشد در اروپا و وضعیت بسیار وخیم میشد، ذخایر استراتژیک. بنابراین فشارهای مختلف و مسئله انتخابات باعث شد که ترامپ تغییر عقیده بدهد و از اون تهدیدهایی که میکرد که ما شما رو به عصر حجر برمیگردانیم رسید به اینجا که حالا بیاید بشینیم تفاهم بکنیم. اما چرا جمهوری اسلامی تفاهم کرد؟ چون جمهوری اسلامی هم در شرایطی قرار گرفته بود چون دیگر نفت نمیتوانه صادر بکنه و زیان بسیار سنگینی رو داشت تحمل میکرد بر اثر عدم صادرات نفت و مواد غیر نفتی، مواد پتروشیمی و حتی گاز مایع. به همین جهت اقتصاد فروپاشیده رژیم به سمت و سوی میرفت که تبدیل بشود به یک اقتصاد از بین رفته و در حقیقت تورم تبدیل بشود به یک ابر تورمی که دیگه نشود کنترل کرد. دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم هم مرتب گزارش میکردن که اگه وضع به این ترتیب پیش بره مردم در داخل قیام خواهند کرد و جلوی مردم رو دیگه نمیشه گرفت. به همین جهت اونها هم در شرایط واقعا استیصال قرار گرفته بودن. این بود که طرفین تن دادن به این که بسیار خوب بیاید بر سر یک چارچوب‌هایی با هم توافق. خب نگو مگوهای انجام شد. 2 کشور قطر و پاکستان هم در اینجا سعی کردن نقش میانجی رو بازی بکنن. بالاخره جمهوری اسلامی بیشتر دلش می‌خواست این صحبت‌ها در قطر انجام بشه ولی سرانجام تصمیم گرفته شد که در سوئیس انجام بشه. سوئیس چند دلیل داره. یکی اینکه اول از 1918 سوئیس عملاً یک کشور بی‌طرف بوده و در جنگ‌های مختلف اعلام بی‌طرفی کرده و همچنین در به اصطلاح مذاکراتی که بین دولت‌های مختلف بوده است بسیاری از این مذاکرات و گفتگوها در ژنو انجام شده. از این جهت سوئیس معروف است به یک کشور میانجی و کشور آزاد، کشوری که جهتگیری نمی‌کنه با دیگران. از طرف دیگه خب ما می‌دونیم که خود کشور سوئیس هم حافظ منافع ایالات متحده در تهران است. سفارت سوئیس در تهران این کار رو انجام میده. و همین جهت از این نظر مورد خواست آمریکایی ها بود. جمهوری اسلامی چند وحشت داشت. یکی این که سران این که اکثرا جزء تبهکاران هستن اگر به اروپا برن ممکنه که توسط اینترپل دستگیر بشون چون دارای سوء سابقه هستن و
قرار دستگیری اینها صادر شده. مسئله دیگری که وجود داشت این بود که ممکن است که اسرائیلی ها اینها رو به اصطلاح استراق سم بکنن و شنود بکنن و از این جهت جمهوری اسلامی ناراحت بود تا بالاخره تصمیم بر این گرفته شد که خیر، در همون ژنو و در لیک روسن که در حقیقت اون بخشی هم که الان اینها دارن مذاکره میکنن اساسا یک جزیره است که دولت قطر، بخش قطر هاسپیتالیتی که بخشی از به اصطلاح ساختار سرمایه‌گذاری خارجی قطر هست، اونجا رو خریده و مورد پوشش امنیتی بسیار بسیار شدیدی قرار داره. به هر حال مذاکرات در اونجا آغاز شد. حالا این مذاکرات به محضی که آغاز شده است ما میبینیم که صحبت‌های ضد و نقیضی از هر دو طرف هست. جمهوری اسلامی یه چیزی میگه، آمریکایی‌ها چیز دیگری میگویند. حالا کدوم یکی از اینها دارن درست میگن یا هر دو درست میگن یا هر دو دروغ میگویند، این یک مسئله است که بایستی بهش بپردازیم. بله، سپاسگزارم. جناب دکتر، حالا این فعلا تفاهم و در 60 روز آینده احتمالاً امضای توافق نمدی هم برای کلاه مردم ایران خواهد داشت یا نه بازم همون به حساب هرچی هست میره تو جیب همین جنایتکارهایی که در اونجا هستن؟ حضورتون عرض کنم که مقالاتی بسیار جالب تحلیلی اخیراً چند نفر نوشتن، از جمله آقای دنیس راس که میدونید ایشون از مشاورین نزدیک پرزیدنت اوباما بود و همینطور آقای رابرت ساتلاف که از تحلیلگران برجسته انستیتوت واشنگتن هست و خانم سوزان ملونی که خانم ملونی هم از تحلیلگران بسیار برجسته خاورمیانه هست در مؤسسه بروکینگز. مقالاتی که اینها نوشتن من مطالعه می‌کردم بیشتر دال بر نگرانی های اینها داره تا موفقیت این تفاهم و تبدیلش به توافق. هر کدام البته از یه دریچه خاصی نگاه کردن و برخی مثل دنیس راس نگران امتیازات زیادی هستن که ترامپ داره به جمهوری اسلامی میده. برخی مثل خانم ملونی که معتقد هستن که به اصطلاح این توافق به نتیجه نخواهد رسید زیرا که بازیگران دیگر در اونجا نقش داده نشدن و آقای ساتلاف هم نگرانی های دیگری رو ابراز کرده است به دلیل ماهیت ایدئولوژیک رژیم که همه اینها از دیدگاه های مختلف همه دارن درست مسئله رو مطرح میکنن. ولی پیشبینی هایی که میشود یا سناریوهایی که در نظر گرفته شده برای آینده این تفاهم سه چیز است. یکی این که این تفاهم تبدیل به توافق بشود که درصدش متوسط رو به پایینه، یعنی زیر 50% که تبدیل به تفاهم تبدیل به توافق نشود. دیگری این است که اساساً به طور کلی سناریوی دومی رو میگه که این تفاهم در نیمه راه شکست بخوره و طرفین بساطشون رو جمع میکنن، مذاکرات ادامه پیدا نمیکنه. این 50% به بالا هست، به سمت بالا هست. سناریوی سومی که محتمل هست این است که این تفاهم در حقیقت به یک مرحله میرسه که در اصطلاح سیاسی بهش میگن فروزن کانفلیکت، یعنی نه پیشرفت میکنه نه پسرفت میکنه، یعنی حالتی میمونه که نه جنگ هست نه صلح، یعنی اندکی به اصطلاح گشایش مالی برای رژیم فراهم میشه، رژیم میتونه یه مقداری خودش رو تقویت بکنه، در حقیقت یه تنفس مصنوعی هست برای رژیم، آب راه تنگه هرمز و خلیج فارس باز میشه، امنیت نسبی دو مرتبه در منطقه برقرار میشه، وضعیت در منطقه خلیج فارس دو مرتبه شکل آرامتری میگیره. این کشورهایی که الان زیان بزرگی کردن از جمله امارات که مبالغ هنگفتی رو زیان کرده است
در اثر این جنگ و از دست دادن توریست ها و سرمایه گذاری هایی که میبایستی انجام میشد، کاهش قیمت ها در قیمت املاک در اونجا و وضعیت نامحدودی که پیش آمده بود، اینها دو مطلب میتونه به حالت طبیعی برگرده. و خلاصه این که در این حالت وضعیتی پیش میاد که گهگاهی برخوردهای نظامی هست، حملات کوچکی اینجا و آنجا هست، ولی در مجموع این داستان به این شکل ادامه پیدا میکنه. و در حقیقت میتوانیم این رو بگوییم چیزی شبیه پیش از این که اساسا این جنگ انجام بشه. حالا پرسش اینجاست که خب این همه زرادخانه‌ای رو که ایالات متحده به خلیج فارس آورد و این آرمادایی رو که آقای ترامپ آورده است، این ناوهای هواپیمابر، این همه سربازان، این همه هزینه، این همه بگیر و ببند، محاصره دریایی و جنگ و کشتار و مسائل دیگر، برای این بود که دو مرتبه برگردیم به روز پیش از جنگ. حالا اینجا صحبتی که پیش آمده این است که نه، در حقیقت ترامپ قصدش این بود که در مرتبه نخست کسانی رو که با هر گونه توافق موافق نبودن رو حذف کنه، که در رأسش علی خامنه ای و بعدم افراد دیگری مثل شمخانی و پاسداران لاریجانی و امثال اینا رو حذف کرد. و برخی پاسدارهایی که به خصوص پاسدارهایی که متمایل به مسکو بودن، یعنی کسانی بودن که بیشتر از سیاست‌های مسکو در تهران پیروی میکنن، اینا همه رو حذف کردن. حالا ساختار قدرت در ایران به این شکل است که در خود سپاه پاسداران که فعلا در حال حاضر داره کشور رو اداره میکنه، یک دوگانگی ایجاد شده. یعنی بخشی از سپاه بخشی است که خودش رو ایدئولوژیک میدونه، آخر زمانی میدونه، بر اساس آنچه که در قرآن آمده است. در واقع اینها معتقد هستند که مطابق وعده قرآن در نهایت یک جنگی بین مؤمنین و کافرین انجام می شود. همون اعتقاد و باوری که کمونیست ها دارن که آقای مارکس میگوید که در پروسه توسعه اجتماعی آخر سر دو قشر باقی میماند، دو طبقه باقی میماند، طبقه پرولتاریا و طبقه بورژوا، در نبرد خونینی که بین طبقه پرولتاریا یعنی کارگران و زحمتکشان و طبقه پرولتاریا یعنی بورژوا یعنی سرمایه‌داران انجام می شود. سرمایه‌داری است که از بین می رود و حکومت دیکتاتوری پرولتاریا تشکیل می شود که به مرور تبدیل می شود به دموکراسی پرولتاریا، که نمونهش رو مثلا در کشورهای کمونیستی در دوران اتحاد شوروی و اقمار اتحاد شوروی میدیدیم که البته چه دموکراسی بود، اون خودش بحث دیگه است. بر ترتیب در اینجا صحبت بر سر این است که در نهایت اینهایی که ایدئولوژیک فکر میکنن که بله ما چون مؤمن هستیم مطابق وعده الهی ما پیروز خواهیم شد، باید بمونیم بجنگیم. ما شرم داریم از این که اون مداح میگوید که آقای رئیس جمهور گلوی تو و تیغ ما آخر سر تکلیف کار رو روشن خواهد کرد و همین راحتی داره در خیابان رئیس جمهور کشورشون رو تهدید میکنه. اینها کسانی که خصوص شخص ترامپ که رهبرشون رو کشته، حاج قاسم رو به قول اینها کشته و عده دیگر رو کشته است، نشستن و مذاکره کردن با او در حقیقت حالت کفر و زندیق رو داره. این یه بخش از سپاه. بخش دیگری از سپاه که حالا قالیباف رهبری این بخش رو داره معتقد است که خیر، ما با این افکار و اندیشه های ایدئولوژیک دیگر نمیتوانیم به راه خودمون ادامه بدیم، بلکه ما بایستی با آمریکا و به طور کلی با جهان غرب گفتگو بکنیم، سازش بکنیم و کوشش بکنیم که اختلافاتمون رو با اونها حل بکنیم. خب اگر این اختلافات رو بخوان با اونها حل بکنن، اولا این گروه بسیار مخالف که الان اختلاف شدید بین است. بعد روس‌ها در اینجا نقش اساسی دارن و بسیار مخالف هستن، زیرا که روس‌ها از وضعی که پیش آمده، یعنی سردارانی که روسوفیل بودن و از بین رفتن، به شدت نگرانن، به شدت رنجیده خاطر هستن در ایران و کسانی مانند قالیباف
یا خاطرتون هست که قالیباف یه سفری به مسکو کرد بله بله و مورد بیمهری پوتین قرار گرفت و بله وقتی که برمیگشتن با اون وضعیت زیر باران و اتومبیل اونجا نبود و بعد اون طرف هم به انگلیسی به جای اینکه بگه کام مرتب به اون راننده میگو گو گو و این منتظر بود که به اصطلاح بیاد آقای رئیس مجلس رو سوار بکنه. اون بی احترامی که اونجا شد، چون در حقیقت قالیباف جز زمره پاسدارانی بود که روسوفیل نیست. آها توجه فرمودید؟ و این خودش هم یه اختلاف انگلیسیه هست. انگلیسیه آمریکاییه. آمریکاییه. و این الان که البته آمریکایی وقتی که میگیم طبیعتا همکاری بین MI6 و CIA همیشه در تمام زمینه ها بوده و احتمالاً انگلیسی هم هست. بر ترتیب الان این خودش یک اختلاف اساسی است بین دو بخش سپاه پاسداران. حالا اگر پولی هم وارد بشه، این پول اختلاف رو تشدید میکنه، برای اینکه اون بخش اقتصادی سپاه که در حقیقت منتفع میشود از این پولی که وارد میشه، میخواهد این پول رو تصاحب بکنه، بخش دیگر سهم خواهی میکنه و خود این اختلاف رو دامن میشه. مسئله دیگر اختلافی است که بین سپاه وجود داره و بیت که معلوم نیست که این پسر خامنه ای علی مجتبی خامنه ای زنده هست یا نه. یه عده‌ای به نام مجتبی خامنه ای دارن بیت رو اداره میکنن. حالا این بیت خودش در کجا هست؟ اون بیت که زده شد و رفت و تبدیل به تلی از خاک شده. حالا این بیت جدید در کجا قرار گرفته؟ رهبر این بیت کی هست، کجا هست، چرا صحبتی ازش نیست و چهره‌ای ازش دیده نمیشه، ولی یک عده‌ای به هر حال به نام اون مجتبی دارن از جانب بیت صحبت میکنن. اونهایی که دارن، پاسدارهایی که از جانب بیت با بقیه پاسدارها صحبت میکنن، بینشون اختلاف. در مجموع بین دولت با اینها اختلاف. یکی از دلایلی که این گفتگوها عقب افتاد، حالا غیر از اون مسئله حمله اسرائیل بود به لبنان، مسئله این بود که سپاه پاسداران میخواست قالیباف رهبری گفتگوها رو در دست داشته باشه. بیت آقای عراقچی رو معرفی کرده بود، دولت آقای قریب آبادی رو معرفی کرده بود. خود اینا با هم اختلاف داشتن که چه بکنن و بنابراین تصمیم در نهایت به اینجا گرفته شد که اینا با هم دیگه حرکت بکنن، برن در مرحله اول آقای عراقچی صحبت بکنه، در مرحله بعد قریب آبادی به اصطلاح صحبت بکنه. بر ترتیب اختلاف در بین اینها شدید پیدا شده و این اختلاف میتونه فرصتی رو ایجاد بکنه برای ملت ایران، به خصوص که الان میدونی که به محضی که صحبت شد که تفاهمی داره انجام میشه، قیمت دلار پایین آمد، ارزش دلار پایین آمد و خود این باعث میشه که یه مقداری تنفس اقتصادی در بازار پیدا بشه. شاید اگر این پول ها بیاد، درست است که چیزی ممکنه به مردم نرسه، ولی در نهایت اقتصاد بیمار ایران بتونه نفسی بکشه. به محضی که یه چنین اتفاقی بیفته و جامعه احساس بکنه که فرصت‌هایی داره براش فراهم میشه، آن وقت هست که مسلماً مطالبات مردم دوباره آغاز خواهد شد، مردم دوباره به خیابان خواهند آمد. الان هم نمونه‌هاش داریم در بین دانش آموزان، در بین پرستاران میبینیم و این سرایت خواهد کرد به بقیه اصناف. بنابراین پیشبینی که میشود این است که آقای ترامپ در واقع با یک ظرافت خاصی مرحله اول جنگ رو به پایان رسانده، مرحله سخت افزاریش بوده، حسب اینها. مرحله دوم که الان نرم افزاری هست، داره با ایجاد تفرقه در بین اینها در حقیقت کاری میکنه که اینها در درون خودشون شکافاشون عمیق‌تر بشه و باز فرصتی پیدا بشه برای مردم که حالا اون داستان متفاوتی است که جامعه مدنی چگونه میتونه از این فرصتی که احیانا پیش میاد استفاده کنه. جناب دکتر، در اون اول فرمایشاتتون فرمودین که سه راه، یعنی سه امکان پیش میاد برای این توافق و تفاهم، و فرمودین اگر توافق نشه در بند دوم فرمودید که ممکنه که
توافق نشه اصلا. اگر نشه یعنی دوباره جنگ را میفته یا نه؟ عرض کردم ببینید اگر که توافق نشه و توافق به هم بخوره، سناریو سوم این است که وضع به جایی برمیگرده که در حقیقت بسیاری از بحران‌ها رو وقتی نمیتوانن کشورها حل بکنن، اون وقت سعی میکنن مدیریت بکنن بحران رو و اینا میرسن به اون مرحله‌ای که در اصطلاح سیاسی بهش میگن فروزن کانفلیکت، یعنی کانفلیکت فریز میشه و حالتی که نه حالت جنگ هست نه حالت صلح هست، یعنی طرفین سعی میکنن که موقعیت موجود رو یک جوری مهار بکنن، از تنش خودداری بکنن. این به این معنی نیست که جنگی انجام نمیشه. جنگی ممکنه بشه، مثلا میبینی که میگن در غرب تهران چند جا دیشب بمباران شده، یا اینکه نمیدونم در بحرین موشک خورده است به نمیدونم تأسیسات آب شیرین کنه بحرین. از این اتفاقات در این دوران رخ میده، ولی این دورانی نیست که یک جنگ تمام عیار رخ بگیره، دورانی نیست که به یک صلح ختم بشه و دورانی است که در حقیقت میشه و گفتش که توافق میماند، ولی یک توافق نیمه جانی است که نه میمیرد و نه بهبود پیدا میکنه. با یه حالت نیمه جانی این توافق ادامه پیدا میکنه. در حقیقت اگر بخوایم به تعبیر بهتر بگیم، میشود یه چیزی شبیه همونی که پیش از جنگ بود. بله. آیا واقعا پرسش اینجاست که تمام این اتفاقات افتاد که دو مرتبه ما برگردیم به پیش از جنگ، یا اینکه نخیر قرار است که اتفاقات دیگری رخ بده؟ طبیعتا اگر فکر بکنیم که تمام این اتفاقات، تمام این هزینه‌های سنگین، تمام این خسارت‌ها اتفاق افتاده که دو مرتبه برگرده به روز اول، من فکر می‌کنم که این اشتباه است و 100% در اون دوره اتفاقاتی رخ خواهد داد در داخل مملکت که از داخل این بار رژیم تحت فشار قرار میگیره، نه از خارج. سپاس جناب دکتر. دوستان از اولی که تشریف آوردین، خانم فرحی، خانم معزن، آقای رابرت و اخیراً آقای محمود عابدی، همه خدمت شما عرض ادب و احترام دارن و خوشحالن که صدای خوب و تفسیرهای شما رو با جان و دل دارن گوش میکنن. لطف و محبت دارن. اجازه میفرمایید جناب دکتر یه ترانه‌ای پخش کنیم، چون الان 45 دقیقه برنامه گذشته و ببینیم که بعدش ادامه فرمایشات شما رو سوال میکنم که خیلی سوال دارم. خب بریم بگردیم به اولین چیزی که میخوایم بذاریم، بگیم ایرانا. من اگر این نمیذاریم. بله.
خواستم شاعر چشمت بشوم پرسیدی، خواستم شاعر چشمت بشوم پرسیدی، بیتی از عشق بگو شعر سرودن بلدی، بیتی از عشق بگو شعر سرودن بلدی. من اگر دل بدهم دل نشکستن بلدی، تا ابد مال تو باشم تو نرفتن بلدی. چشم تو صورای نقاشی امروز دلم، بنشین و پلک نزن خوب نشستن بلدی، دو سطر خط عشق برای دل عاشق بنویس، همه دار و ندارم تو نوشتن بلدی، همه دار و ندارم تو نوشتن بلدی. من اگر دل بدهم دل نشکستن بلدی، تا ابد مال تو باشم تو نرفتن بلدی، تا ابد مال تو باشم تو نرفتن بلدی. بسیار زیبا بود. تقدیم به دوستان عزیزم، تقدیم به شما واقعا زیبا بود و البته این با AI بود ولی خیلی قشنگ بود. یعنی اصلا خوشگل و بی‌نظیر. اولا چه تصاویر زیبایی از خانوما نشون میدن. قربان خیلی خوش آمدید. سپاس بی‌نهایت قربان. خواهش می‌کنم. نمیدونم آهنگو گوش کردین؟ بله 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 خیلی شنیدم. قشنگ بود. بسیار زیبا. خب جناب دکتر، جان. میخوام ببینیم که راجع به مسائلی که مطرح کردید و راجع به این تفاهم و توافق، مخالفت‌های منطقه‌ای با این چه خواهد شد؟ آیا موافقن با این توافق و یا مخالفن و اون مخالفتشون رو چجوری اعلام میکنن؟ ببینید تا اینجا نگرانی هست، هنوز موافقت یا مخالفت نیست، برای اینکه صحبت‌هایی که شده از جمله وزیر خارجه فرانسه 2 یا 3 بار تا به حال صریحاً اعلام کرده که مسائل موشکی جمهوری اسلامی به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته، مسائل هسته‌ای شفاف نیست و خطر امنیتی هنوز برای منطقه و حتی برای اروپا وجود داره. کشورهای منطقه به خصوص عربستان سعودی و امارات ابراز ناخشنودی کردند که این داستان شفاف نیست و بایستی کاملا مشخص بشه که جمهوری اسلامی در آینده یک کشور بدون سلاح هسته‌ای، یک حکومت بدون سلاح هسته‌ای خواهد. اسرائیلی ها از این جهت بسیار نگرانند و اتفاقا همین امروزه که اطلاعیه مشترکی از سوی نخست وزیر دفاع و رئیس ستاد بزرگ ارتش اسرائیل صادر شد که اطلاعیه مشترک دال بر این است که ما برای حفظ منافع خودمون در لبنان هر کار که لازم باشه رو انجام میدیم. یعنی در واقع با آمریکایی‌ها اعلام کردن که ما به هیچ وجه تحت امر شما نیستیم. میدونید که اسرائیل 70% مهمات اساسی خودش رو از آمریکا دریافت میکنه، به اضافه اینکه سالی حدود 12 میلیارد و 700 میلیون دلار هم کمک‌های نظامی میگیره، کمک‌های اقتصادی میگیره از آمریکا و این رقم بسیار بزرگی است و به نظر میرسه که آمریکا میتونه روی این مسئله تاثیرگذار باشه، این کمک‌ها رو کم بکنه یا
فرستادن تسلیحات رو به تأخیر بندازه و در حقیقت اسرائیلی‌ها رو وادار بکنه که تحت امر آمریکا باشن. ولی اسرائیلی‌ها در مرتبه اول آقای نتانیاهو و بعد اعضای کابینه او سکوت اختیار کردن، حتی افراد تندروی مثل اسموتریچ که نتانیاهو از اونها خواست که فعلا ساکت باشید. ولی در نهایت بعد از صحبت‌های بسیار زشتی که جدی ونس انجام داد، در حقیقت اسرائیلی‌ها رو وادار کرد که عکس‌العمل نشون بدن و بسیار شدید هم عکس‌العمل نشون دادن که ما برای بقای خودمون با کسی چانه زنی نمی کنیم و تحت امر کسی هم نیستیم. حرف جالبی رو نتانیاهو زد، میگه که در اسرائیل همه میگویند که من تحت امر ترامپ هستم، هرچی ترامپ بگه رو انجام میدم. در آمریکا میگن ترامپ تحت امر من هست، هرچی من بگم رو انجام میده، در حالی که چنین چیزی نیست و ما با هم مشورت میکنیم و با مشورت یکدیگر هست که برنامه ریزی میکنیم. بر سوی اسرائیل بسیار نگرانه، کشورهای دیگر بسیار نگران هستند، کشورهای حوزه همکاری های خلیج فارس نگرانی دارن و بسیار میترسند از آینده‌ای که اگر آمریکا با رژیم به گونه کنار بیاد، که در حقیقت ببینید یه نکته رو من اینجا خدمت دوستان عرض بکنم. مسئله بیش از 10 تن اورانیوم غنی شده هست و 440 تا 445 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ای که 60% هست. اون 10 تن و 300 400 کیلوگرم در واقع اورانیوم غنی شده بین 5% تا 20%. حالا صحبتی که بر سر این بود، ابتدا آقای ترامپ معتقد بود که این اورانیوم بایستی کلاً به خارج از کشور فرستاده بشه و ایران هیچ گونه ذخیره اورانیوم در خاک خودش نبایستی داشته باشه. الان صحبت از رقیق سازی در درون ایران هست. تفاوت این چیه؟ اولا به لحاظ فنی که خب میدونی که حمل و نقل اورانیومی که غنی شده به لحاظ تشعشعات هسته‌ای بسیار حساسه، حتما بایستی بازرسان انرژی اتمی اونجا باشن و اینها به گونه‌ای بسته بندی میشه که وقتی که وارد هواپیماهای مخصوصی میشه یا کشتی‌های مخصوصی که هم میشه به کشوری که بایستی بره، مثلا به ایالات متحده، بایستی با مقررات بسیار بسیار سختی هست که وضع کرده سازمان انرژی اتمی جهانی، اون مقررات رعایت میشه. مسئله دیگر مسئله حقوقی داستان هست و اون این است که خب شما این اورانیوم غنی شده رو در اختیار یک کشور دیگه قرار بدید، اون کشور ازش استفاده بکنه. در اینجا هم قوانینی وجود داره که کشوری که این اورانیوم رو غنی شده رو دریافت میکنه حق استفاده از اون رو نداره و به شکلی که دارای تکنولوژی پیشرفته باشه اون اورانیوم رو بایستی سرانجام رقیق بکنه و از بین ببره. ولی مسئله اصلی اینجاست که اگر اورانیوم در داخل کشور غنی بشه، ببخشید رقیق سازی بشه، این اورانیوم هنوز در داخل کشور میمونه. یعنی اورانیومی که شما تا 20% رقیقش کردید یا اینکه اورانیوم 20% رو آمدید تا 5% رقیق کردید، هنوز شما دارای مقدار زیادی اورانیوم غنی شده در داخل ایران هستید. تفاوت بین اینکه این ایران بمونه و رقیق بشه یا اینکه به خارج از ایران بره بسیار زیاده. حالا صحبت از این است که این اورانیوم در داخل ایران بمونه و در داخل ایران رقیق بشه و این باعث نگرانی هم آژانس شده، هم باعث نگرانی اروپایی‌ها شده، هم باعث نگرانی اسرائیل و کشورهای دیگر خاورمیانه، چون میدونید که اینها به هیچ، شما در 2003 بود اگر اشتباه نکنم پیمان سعدآباد امضا شد که به اصطلاح نمایندگان 3 کشور اروپایی آمدن به تهران. در اون زمان آقای حسن روحانی رئیس به اصطلاح شورای امنیت ملی بود، اون آقای خرازی هم وزیر خارجه بود و در اون پیمان اینها متحد شدن که در NPT باقی میمونن و همه فرامین NPT رو رعایت میکنن.
بعد معلوم شد که اینها رفتن در جاهای مختلف و تأسیسات هسته‌ای محرمانه و مخفی باز کردن. خب این حکومتی است که مورد اعتماد نیست. بنابراین اگر بنا باشه که این اورانیوم در داخل کشور بمونه و در اونجا به قول اینها رقیق سازی بشه، حتی اگر بازرسان برن و شاهد این رقیق سازی باشن، باز هم نگرانی کشورهای منطقه و جامعه جهانی رو برطرف نمیکنه و این خودش موضوعی است که در ابتدا صحبت چیز دیگری بود. ترامپ مرتب تاکید میگه که بایستی تمام این اورانیوم به خارج از کشور فرستاده بشه. حالا صحبت از این است که اشکالی نداره، در داخل کشور هم میتونه رد بشه. صحبت از این بود که برد موشک‌های جمهوری اسلامی تا 800 کیلومتر بایستی کاهش پیدا بکنه. حالا ترامپ میگه آقا بقیه کشورها موشک دارن، عربستان سعودی هم داره، خب چرا اینها نباید داشته باشن؟ ببینید تغییراتی که پیدا شده همش نگران کننده است و حالا هر کدام از این کشورها به یک نوعی میتوانند ایجاد وقفه بکنن در این پروسه تبدیل شدن این تفاهم به یک قرارداد، ولی بالاترین اینها اسرائیل است که اسرائیل اهرم‌های بسیار متعددی در دست داره، از جمله جنگ لبنان رو تا اونجا پیش ببره که به طور کلی این تفاهمنامه به هم بخوره. نه تنها به هم بخوره بلکه جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه و به طور کلی آمریکا رو وادار به عکس العملشون بکنه. مسئله دیگری که وجود داره یک لابی بسیار قدرتمندی است که متاسفانه ما در طی این سالها نتوانستیم این کار در آمریکا بکنیم. جمهوری اسلامی تا حدودی کرد، به نام نایاک سازمانی رو درست کرد که خیانت به کشور میکنه، به مردم ایران میکنه و حمایت میکنه از جمهوری اسلامی. ولی اسرائیلی ها یک سازمان قدرتمندی دارن به نام آیپک که در حقیقت یک لابی قدرتمند کشور اسرائیل است. در ایالات متحده نفوذ داره، در سنا نفوذ داره، در مجلس نفوذ داره، در ساختار قدرت سیاسی در تیم تنک های آمریکا و بنابراین از این جهت هم اسرائیل دست بسیار قدرتمندی داره. اسرائیل دارای یک قدرت تبلیغاتی بسیار وسیع است در سراسر جهان. دستگاه‌های تبلیغاتی زیادی داره، از ناشرین، تلویزیون‌ها، رادیوها و بسیاری تهیه کنندگان که در اختیارش هستن و همینطور به لحاظ سایبری میتونه جنگ‌های سایبری رو راه بندازه و عملیاتی رو انجام بده که اخلال ایجاد بکنه در انجام احیانا تفاهم به اصطلاح قراردادی که بسته میشه. و بنابراین اگر اسرائیل احساس بکنه که امنیت ملیش در یک چنین قراردادی، در یک چنین تفاهمی که قرار است بنا هست به قرارداد تبدیل بشود تأمین نمی شود، 100% اسرائیل تمهیداتی رو به کار خواهد برد که یا به طور کلی بازی رو به هم بزنه و یا تا حدی که میتواند جلوش رو بگیره و ایجاد وقفه و اشکال درش بده. بله. من اتفاقا سوال بعدیم همین نقش اسرائیل بود که شما کاملا توضیح دادید. برگردیم بریم پایین‌تر. آقای دکتر، آیا این آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که در این راه داره الان نقش میانجیگری رو بازی میکنه، آیا برای این کارش در حقیقت یک منافعی هم برای دولت خودش کسب میکنه در این راه یا فقط همون اعتبار و ارزش سیاسیش رو میبره بالا؟ بله، البته ببینید منافع اقتصادی که منظور شما نیست، حتما منظورتون منافع سیاسی هست. بله ببینید وقتی که یک کشوری مثل پاکستان که تا دیروز به طور کلی فراموش شده بود و فقط زمانی نام پاکستان می آمد که درگیری بین هندوستان و پاکستان بر سر منطقه کشمیر که انگلیس ها کاری کردن که تا ابد این گرفتاری در اون منطقه باقی بمونه، نام پاکستان شنیده می شد وگرنه نامی نبود. بنابراین الان طوری شده است که پاکستان به عنوان اولین میانجی، چون کارهای سیاسی و تشریفات سیاسی رو پاکستانی ها انجام میدن
و تشریفات اداری و مالی رو قطر داره انجام میده. بنابراین رفت آمدهایی که به پاکستان میشه و رفت آمدهایی که پاکستانی ها به ایالات متحده و به کشورهای منطقه میکنن، خود اینها نشان دهنده این است که داره اسلام آباد در مرکز توجهات سیاست در خاورمیانه قرار میگیره و از این جهت خب یک امتیازی است برای هر کشوری که بتونه نقش آفرینی بکنه. آقای پزشکیان گفته بود که اینقدر که پاکستانی ها علاقمند به این تفاهم بودن، خود رهبران ایران اینقدر علاقمند نبودن. به تعبیری درست هم میگه، برای اینکه واقعا شهباز شریف فکر میکنه که برای آینده پاکستان و برای وجهه خودش واقعا این حائز اهمیت هست که بتواند نقش میانجی رو بازی بکنه، این تفاهم در نهایت تبدیل به یک توافق بشه و از این جهت امتیاز بزرگی بگیره. به اضافه اینکه در پاکستان اتفاقی که رخ داده، برای اولین بار یک ژنرالی هم فرماندهی به اصطلاح اینتلیجنس داخلی رو داره و هم فرماندهی ضد اطلاعات ارتش رو داره، هم فرمانده ستاد کل بزرگ ارتش پاکستان هست، هم فرمانده نیروی زمینی هست و هم فرمانده نیروهای دفاعی، چیزی است که از 2024 تأسیس شده است. بنابراین در تاریخ پاکستان هیچ فیلد مارشالی نبوده که به قدرت آقای منیر قاسم باشه و در همه جا میبینید که منیر قاسم در کنار نخست وزیر ایستاده و حتی در همین ژنو هم دیدیم که یه کمی عقب‌تر ایستاده بود، به اون اشاره میکنه بیا کنار من بیست، اینجا بیست. و استقبالی که آمریکایی‌ها چندین بار تا حالا ترامپ از او به عنوان رهبر پاکستان نام برده و یا جدی ونس در سخنان خودش اشاره به شهباز شریف نکرد ولی به منیر قاسم اشاره کرد که و با او به اصطلاح او رو بغل کرد و فقط با آقای شهباز شریف دست داد. اینها همه نشان دهنده این است که در حقیقت زمینه‌هایی رو هم دارن برای فراهم میکنن در پاکستان که بعد از شهباز شریف در حقیقت دو مرتبه پاکستان دچار درگیری‌های انتخاباتی نشه و منیر قاسم بتونه با قدرت رو در پاکستان در دست بگیره و کشور رو اداره بکنه. پاکستانی‌ها دنبال منافع خودشون هستن و دنبال به اصطلاح دریافت وجه هستن برای خودشون و همینطور به آینده سیاسی پاکستان فکر میکنه. بله، جالب. پس ولی هیچ منافع اقتصادی ندارن در حقیقت در این ماجرا نه، ولی به هر جهت پایه‌هایی میشه برای آیندهشون که منافع اقتصادی داشته باشن. بله، ببینید منیر قاسم یک شخصیتی است که میتونه خیلی در پاکستان نقش آفرینی بکنه و یک پاکستان جدیدی رو به جامعه جهانی معرفی بکنه. رابطه بسیار بسیار نزدیکی او با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی داره، رابطه بسیار نزدیکی با کشورهای عربی داره و خاورمیانه رو خیلی خوب میشناسه. افغانستان، ایران و ترکیه رو واقعا میشود گفت که به خوبی میشناسه، با تمام جزئیات میشناسه. رابطه بسیار نزدیکی با ایالات متحده و با جدی ونس و ترامپ داره. رابطهش با اروپایی ها رابطه گرم و نزدیک و صمیمانه‌ای هست و در واقع او داره خودش رو آماده میکنه برای اینکه بتواند در دور آینده حتما به عنوان رهبر قدرتمند پاکستان ظهور بکنه و چه بسا اون مطلبی که مورد نظر جناب عالی است، یعنی مسائل اقتصادی، بعد از به قدرت رسیدن منیر قاسم او بتواند با این ارتباطاتی که داره در حقیقت تحولاتی رو در زمینه اقتصادی در پاکستان هم به وجود بیاره و اصلاحاتی رو انجام بده. یک قرض بزرگی این پاکستان داشت به امارات عربی متحده که در همین دوره جنگ امارات درخواست کرد که وامش رو باید پرداخت بکنه، پاکستان نمیتونست این کارو بکنه. قطر و عربستان ضامن شدن و این پول رو به امارات پرداخت کردن.
خب الان ولی اون وام هنوز به عهده پاکستان هست و بایستی باز پرداخت میکنه به قطر و عربستان سعودی. به هر حال می شود گفت که پاکستان با کمک ایالات متحده داره ترتیباتی میده که در آینده با رهبری منیر قاسم بتونه یک توازنی در منطقه غرب آسیا ایجاد بکنه، به خصوص که چین هندوستان داره یکی از قدرت‌های بزرگ و یکی از قطب‌های بزرگ اقتصادی جهان میشه. یعنی هندوستان تا 2030 در حقیقت سومین کشور قدرتمند اقتصادی و نظامی جهان خواهد شد، یعنی آمریکا، چین و هند. بنابراین از حالا آمریکایی‌ها دارن کوشش میکنن که توازن قوا در اون بخش از آسیا به وجود بیارن. بهترین چهره‌ای رو که تاکنون انتخاب کردن و خیلی هم گرم دارن نوازشش میکنن همین ژنرال سید منیر قاسم محمود، اگر اشتباه نکنم نام کاملش سید محمود منیر قاسم یا سید منیر قاسم محمود هست. بسیار زیبا. رئیس جمهور در اونجا چه نقشی داره آقای دکتر؟ خیلی جالبه. ببینید در بعضی کشورها ساختارهای جمهوری ریاستی هستن، مثلا مثل ایالات متحده آمریکا. در اینجا رئیس جمهور همه کار هست و در حقیقت شخص اول مملکته. در بعضی از ساختارهای جمهوری‌های پارلمانی هست، مثل همین بریتانیا که حالا این آقا رفته استعفا داد امروز. در جمهوری پارلمانی مثل کانادا، مثل استرالیا، اینها در حقیقت رئیس جمهور توسط رأیی که از طریق احزاب، حالا احزاب ائتلافی یا احزاب قدرتمند، دو حزب مثلا مثل انگلستان که دو حزب قدرتمند هست، در آمریکا که دو حزب قدرتمند، در بعضی کشورها مثل فرانسه که سیستم‌های چند حزبی یا ایتالیا که چند حزبی هستن، رئیس جمهور رو در واقع مجلس انتخاب میکنه. به همین جهت بهش میگن سیستم پارلمانی. با آمریکا، سیستم آمریکا میگن سیستم ریاستی. مجلس انتخاب میکنه. مجلس هست که با توجه به بالاترین رأیی که در اون ائتلاف یک شخصی آورده است نخست وزیر رو انتخاب میکنه. نخست وزیر در حقیقت امور اداری کشور رو در دست میگیره. بنابراین شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که در یک کشوری مثل پاکستان یا مثلا در هندوستان یا مثل اسرائیل، فرض فرمایید در اسرائیل هم همینطوره، رئیس جمهور در حقیقت نقش تشریفاتی تری رو بازی میکنه. نخست وزیر هست که همه کار است. یک سیستم دیگری هست که سیستم نیمه ریاستی است، نیمه پارلمانی نیمه ریاستی، یعنی چیزی بین مثلا ایالات متحده آمریکا و فرض فرمایید مثلا هندوستان، که اتفاقا در فکری که من میکردم این است که در فردای آزادی ایران و زمانی که بنا باشه که در ایران انتخاباتی انجام بشه، علاوه بر این که ما این گزینه رو میدیم که شما گزینه پادشاهی پارلمانی رو انتخاب میکنید یا جمهوری، بایستی مشخص میشه بعد که چه نوع جمهوری رو میخواهند مردم. آیا ما میخوایم در آینده جمهوری فرض کنید که ریاستی داشته باشیم، نیمه ریاستی داشته باشیم، پارلمانی داشته باشیم؟ در رفراندومی اگر بنا باشه انجام بشه این مسائل هم بایستی در آینده ذکر میشه. پس یعنی در حقیقت در همون ورقه انتخابی اولی که میدن هم باید راجع به سلطنت اطلاعات بدن، هم راجع به جمهوری، یا نه اون میره یه مرحله بعدی؟ بله، نه شما یا پادشاهی میخواید یا جمهوری. پادشاهی که خب پادشاهی پارلمانی است، ما نوع دیگری نداریم، پادشاهی های مطلقه که از بین رفته است به طور کلی. و این چیزی که مخالفین ما امروز به عنوان سلطنت طلب به ما میگن یه واژه واقعا چپگرایانه است که استفاده میکنن. پادشاهی خواهی مشخص واضح است که چی از پادشاهی پارلمانی که ما دارای سابقه هم در این کار هستیم و در برابر جمهوری. حالا اگه جمهوری هست چه بسا خب اگر اکثریت جمهوری رو انتخاب کرد، آن وقت ممکن است در دور دوم این گزینه مطرح بشه که حالا چه نوع جمهوری شما میخواید.
بله. پس یعنی انتخابات میشه در 2 دوره. اگر جمهوری شد. اگرم پادشاهی من بله. اکثریت گفتم پادشاهی که جمهوری نیست، پادشاهی هم که مشخصه که اصلا تموم میکنه. Very good. اتفاقا من یه سوالم همین بود در مورد مشروطه پارلمانی، چون دوره آریامهر رو میگفتن که درست عنوان مشروطه پارلمانی بود ولی پارلمانی نبود و آریامهر همه رو خودشون تصمیم میگرفتن. آیا این صحت داره این دروغ یا نه؟ نه ببینید چه چیزی رو شاهنشاه تصمیم میگیره، چه چیزی رو شاهنشاه برخلاف قانون اساسی عمل کرده. تصمیم گیری، مدیریت، با اینکه شما قانون اساسی رو نقض بکنید 2 مسئله کاملا متفاوته. ببینید بلبشویی که الان در مملکت هست، همین نوع بلبشو و